در برنامه گذشته 4 هنرجوی باقی مانده برای رسیدن به فینال 1391 بهترین اجرای خود را با استرس و هیجان ارائه داد. واقعا این شو جای آدمای مثل توه. ولی همچنان شانس رسیدن به فینال تنها به 3 نفر از اونها داده خواهد شد. هر کسی لیاقتش داشته باشه میره فینال. منم امیدوارم جز اونایی باشم که لایقش باشم. در برنامه امشب یک هنرجو از جمع ما جدا میشه و با هم میبینیم که کدوم 3 هنرجو به فینال امسال راه پیدا میکنن. به برنامه اعلام نتایج خوش اومدید. با سلام و درود به قسمت دیگه از آکادمی موسیقی گوگوش خوش اومدین. حمایت همیشگی شما این هفته هم چشمگیر و بی‌نظیر بوده. این هفته 1,650,000 تا رأی داشتیم. به افتخار شما. رأی هایی که این هفته سرنوشت ساز خواهد بود، اما فراموش نکنید که بعد از این مرحله هنوز یک هفته حساسی رو پیش رو داریم. در برنامه چهارشنبه شب شاهد اجرای 3 فینالیست آکادمی موسیقی گوگوش خواهیم بود. امشب هم مثل هفته گذشته مهمان بسیار عزیزی رو در برنامه خواهیم داشت و مثل همیشه در کنار من آقایان هومن خلعتبری، بابک سعیدی و خانم گوگوش. اما در آغاز میریم سراغ گروه موسیقی کندو و هنرجویان آکادمی. شکوفه های سیر قشنگ و دور از دست رسی. وقتی میای بهار میاد، بوی گل انار میاد، عطری که با نسیم صبح از روی سبز زار میاد. شراب 100 سال تویی، سرخی آلال تویی، اگه قمار زندگی اونی که تک خال تویی. شراب 100 سال تویی، سرخی آلال تویی، اگه قمار زندگی اونی که تک خال تویی، اونی که تک خال تویی. قشنگ زندگی ای همه تو رو بود من. شراب 100 سال تویی، سرخی آلال تویی، مگه قمار زندگی اونی که تک خال تویی. شراب 100 سال تویی، سرخی آلال تویی، مگه قمار زندگی اونی که تک خال تویی، اونی که تک خال.
بازه بین ما یه عالمه راه درازه دل من باید با این دوری بسازه وقتی من با سپاس از هنرجویان و گروه موسیقی کندو با داشتن این همه دلواپسی، چرا که یکی از بچه‌ها از جمع ما جدا میشه. بریم بشنویم بچه‌ها چه حرفایی برای گفتن داشتن. دیگه ما الان رسیدیم به سمی فینال و معلومه که آدم یه طبقه هم میخواد بره بالاتر، یعنی فینال برسیم. من نمیخوام کسی رو کپی کنم، من میخوام خودم باشم، آهنگ خودم رو بخونم. بسیار عالی. واسه همین من نه ابی هستم نه خانم گوگوش هستم، بلکه اینا خودشون تکن، منم میخوام تک بشم. باشه، بسیار عالی، بسیار منطق خوبی داری و انشالله که اینی که میگی بشه 100%. انشالله. واسه من خیلی مهم هستش آدم کسی رو تقلید نکنه. یعنی من سعی میکردم همیشه هر آهنگی که استادا به من میدادن، من سعی میکنم همیشه خودم باشم که منم تک باشم تو خوندنم. فارسی تا چه اندازه‌ایه؟ من فارسی، من تو آلمان بزرگ شدم، من دارم تازه فارسی داره. برای این جریان 20 شما. هرچی بالاتر آدم میره فشار روی آدم زیادتر هست و فکر میکنم خیلی الان همه رفتن یه جوری تو خودشون که به اجرای خودشون دارن فکر میکنم. سمی فینال نزدیک عیدم هست، امیدوارم بچه‌ها دیگه بهترینشون رو اجرا کنن. آهنگای شهرام هم قراره بخونم. وقتی یه لحظه خوشی به سراغم نمیاد، تو میتونی غممو خاک کنی. من از اول که اومدم تو آکادمی شروع کردم که هر روز واقعا تلاش کنم زیاد درس بخونم که تا اینجا برسم. اصلی بهتر از این خوب. نمیدونم به خاطر مردمه، به خاطر غمامو. من خیلی خیلی دوست دارم برسم فینال به خاطر اینکه من واقعا انقدر تمرین کردم، انقدر تلاش کردم و دیگه الان میخوام دیگه بیام فینال که دیگه تا آخرش هم رسیده باشم و بتونم آخرین اجرا من بکنم که بیننده ها خوششون بیاد و منم راضی باشم. گل توی گلدون مثل اینکه اومدی که ببری کار داری. اولین هفته که رفتم رو استیج آهنگمو خوندم شاید اونقدر خوب نبود، واسه همینم خانم گوش اومدی گفتش که اومدی اول چی خیلی کار داری. اونم به خاطر این بود که دفعه اول من بود میرفتم رو استیج، خب استرسم خیلی زیاد بود، ولی از هفته دوم سعی کردم استرس رو کنترل کنم، تونستم کنترل کنم صدامو، تونستم نوتا رو کنترل کنم و بهتر خوندم. حالا این هفته آهنگ چون یکم ریتمی که دیگه نمیدونم تا حالا نداشتم همچین آهنگی. فقط گفتم ملودی عوض نشه. بله. دوست داری تحریر بده، دوست داری هر کار دوست داری بکن. اون جالبه که اونی که شما میخونی رو ببینم خوبه یا نه. دیدار واقع شب پرم خیلی اتفاق جالبی بود. شاید هیچ کس تو آکادمی اصلا توقع اینو نداشت که آقای شب‌پره یه روز بیاد آکادمی موسیقی گوش بخواد با ما کار کنه، تمرین کنه، آهنگای خودشونو که ما بخونیم. من به شخصه ایشونو خیلی دوست دارم. آهنگاشون از بچگی همیشه گوش می‌کردم، همه جا بود، همه گوش می‌کردن، ولی برای خوندن آهنگای ایشون هیچ موقع تمرین نکرده بودم. من از نظر نوتایی که شما میخونی اگه غیر مال من باشه هیچ ایرادی نمیبینم. اگه درست باشه و تو همون کردایی باشه که اینا میزنن، خب شما اونجوری بخوای بخونی، قرار نیست که مثل من بخونی که. دوست یعنی آرزو داشتم یه آهنگ دیگه‌ای داشتم که بیشتر به سبکم بخوره که بتونم بهترین کارو انجام بدم برای رفتن به فینال. شهر غریبی با تو میشه موندنی شد، قصه 1001 شب میشه بود و خوندنی شد. بردن تو آکادمی موسیقی گوش امسال واسه من مثل هر کسی دیگه مهمه، ولی پیش خودم اگه برنده باشم خیلی مهمتره. هر کسی لیاقتش داشته باشه میره فینال. منم امیدوارم جز اونایی باشم که لایقش باشم برم فینال. تا گفتم که خاطر آها اون الان دیگه رسیدیم به مرحله نیمه نهایی. 4 نفر بشن نیستیم. خیلی خوشحالم. خب هنوز موندم توی این مسابقه. یه رو تو با دوز و کلک و داری بهش میگی ببین تو چقدر ببخشید ولی دختر پدرسوخته هستی، داری اینجوری میکنی ولی بدون یه روزی میشه که تو اینجوری. این مسئله است که من میبینم برنامه شما رو، همین مشکل رو فقط شما بیشتر دارید. واسه اولین بار بود که با آقای شب‌پره تمرین داشتیم سر صحنه. بعد خب
یه خورده سخته دیگه، چون خودشون این آهنگو خوندن، باید دقت کنی هیچ اشتباه نکنی. شما هم جایی لازم داری یکی دو صدا ولاش تحریم میداری که بسیار هم قشنگ بود، مشکلی نداره. فقط شروعش که کردی یه جورایی بعضی وقتا یه ذره نوت میری بیرون میای تو. من اول با این آهنگ یه خورده نمیتونستم ارتباط برقرار کنم. آهنگ خوبه ولی چرا نمیتونم ارتباط باش برقرار کنم نمیدونم چرا. اون به قول خودم اونقدری که من با احساسم اون حس رو نمیتونستم رو آهنگ پیاده کنم. تنها تو رو دیدم. اینجوری نمیخوندی، الان داری درست کنی. جو تحریم نمیدادی یه جوره موج شیر. طوری که آقای سعیدی میگن به یه نقطه فقط فکر میکنم و با مردم زیاد ارتباط برقرار نمیکنم، خب باید یه خود روش کار کنم، چون خیلی مهمه. دارم صدا گرم میکنم و آبجوش میخورم و یه خورده ریلکس کنم خودم و اعتماد به نفسم رو برگردونم. تا گفتم که خاطر خاطم من از سرت وا کردی، با من چه کارا کردی. این اجرا منو میرسونه فکر کنم به فیلم. نجوم نیست که فقط ما دوتا آره موندیم. دیگه خودمون دوتا فقط موندیم. در ضمن من بعد بگیم پرچم آلمانی هم بالایه دیگه. ما دوتا آلمان زندگی میکنیم دیگه، دوتا دختر آلمان ایرانی اینجا هستیم. من فکر میکنم از روز اولی که وارد اینجا شدم تا حالا خیلی پیشرفت کردم و این پیشرفت رو خودم احساس میکنم، نه تنها خودم، خانواده‌م هم یا دوستانی که قبلا صدامو شنیدن رو هم این نظر رو دارن و کلا میتونم بگم واقعا برای من مفید بود این مدت. جای تحریر داره آهنگا، من توش نیستم زیاد، نه بلدم نه اینکه هیچ دلم میخواد این کار کنم، ولی شما جایی تحریر میدادین که فکر میکنم مناسب بود و نوتای قشنگی هم برای تحریرش استفاده میکنیم. من اولین بار که آقای شب‌پره رو دیدم واقعا خیلی هیجان زده شدم، خیلی ازشون خوشم اومد به خاطر اینکه واقعا یک شخصیت مهربان و متواضعی داشتن و همین که باشون خوندم به من یه آرامش خیلی زیادی داد و خیلی به من کمک کرد که بتونم شعر رو بهتر اجرا کنم. ارمیا خانم والا دفعه سوم خیلی بهتر خون، فقط تفلکی یه جوری که وقتی راه میره نمیتونه بخونه، مخصوصا پله که میاد پایین تاثیر میذاره و همین دیگه. فقط میدونی این آهنگا باید حالتاش احساساش رعایت بشه دیگه که به دل بشینه حالا هر کی، ولی خیلی در مجموع خیلی خوب. من فکر میکنم برای فینال الان باید تلاشم رو خیلی بیشتر بکنم و با اجرای امشب تصمیم گیری نهایی انجام میشه و مردم تصمیم میگیرن که من باشم در نیمه نهایی یا نباشم. بین حرفای صدا داد زد آی گلادا. حتما مردم روشون تاثیر میذاره، آدم زنده. اینا عصر رو به نظر من عصر هر چهارتاشو بهتر خوندن. خب منم مثل همه بچه‌ها دوست دارم توی این مسابقه موفق باشم، برنده باشم و برای اینکه به فینال برسم باید اعتماد به نفسم رو بیشتر کنم، به خودم بیشتر باور داشته باشم و راحت صدامو آزاد کنم و فکر میکنم فقط اعتماد به نفس و آرامش هست که به من کمک میکنه تا بتونم موفق باشم. به همتون تبریک میگم، سال نو هم به همتون تبریک میگم. آرزو میکنم همیشه سلامت باشید و هرگز محتاج کسی نشید. در کنار خانواده مجید و امیرحسین هستم. میگم بزرگتر اول باید شروع کنیم. مادر مجید، چه حسی دارین که مجید رو در این مرحله نیمه نهایی میبینیم و بعد یه قدم مونده تا فینال؟ بله، خیلی حس عالیه دارم، خیلی خوشحالم که به مرحله نیمه نهایی پیش اومده. حس خیلی خوبی دارم، خدا رو شکر عالی، تا به الان خیلی عالی بودش. تحول رو درش دیدین، پیشرفت رو درش دیدین؟ خیلی پیشرفت خیلی عالی، خیلی خوب، خدا رو شکر میکنم، خیلی پیشرفت خوبی داشته تا الان. متشکرم، مرسی که همچنان میان حمایتش میکنید. مرسی. ببخشید دیگه نه عزیزم که مجید رو حمایت کردن تا به الان، خیلی خیلی هم تشکر. متشکرم، مرسی. خب بریم سراغ خواهر امیرحسین، درسته؟ بله. خب در صدا و کلا اجرای امیرحسین چه فرقی رو میبینید اصلا از روزی که اومده؟ حتما بله. تا چند اندازه بوده؟ خودش خیلی تلاش میکنه و با کمک استادان موسیقی عزیز ایران واقعا روز به روز ما پیشرفتش رو دیدیم و باعث افتخاره برای من، خانواده‌ام و تمام دوستدارانمون در ایران و خارج از ایران.
چقدر جالب شو آهنگ صحبت کردن تو این امیرحسینه. برادرم دیگه. خیلی جالب. مرسی. متشکرم. مرسی. در قسمت بعدی مهمان ویژه این هفته به روی صحنه میاد. خیلی زود برمیگردیم. به دومین قسمت برنامه خوش اومدین. برنامه‌ای که در اون مشخص میشه کدوم سه هنرجو به فینال آکادمی امسال راه پیدا میکنن و اما مثلثی که زحمت زیادی برای هنرجویان کشیدن. عنوان خلطبری بابک سعیدی و خانم گوگوش. با خانم گوگوش شروع میکنم. اول سلام و شب بخیر طبیعتا. سلام و وقت بخیر. وقت بخیر. به هر آن کس که برنامه ما رو میبینه. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و در تدارک عید نوروز. سپاس. خانم گوش، از اجرای چهارشنبه شب تا چند اندازه راضی بودید؟ من هر 4 اجرا رو از بچه‌ها دوست داشتم. آنچنان اشکالی تو اجراهاشون ندیدم. فکر میکنم خوب بودن. خوب بودن. بیننده هامون هم دوست داشتن. راضی بودن فکر میکنم. با تعداد رأیی که داشتیم طبیعتا بله. میشه این حدس بزنید. متشکرم خانم گوش. هومن جان، بچه‌ها آماده هستن برای فینال؟ میدونم باشه زیاد تمرین کردید. بچه‌ها برای فینال بله، دست کم کارهایی که بله اون 3 تا عزیزی که البته همشون عزیزن ولی 3 تا دوستی که قراره بمونن کارهای سختی در پیش دارن برای اجرا. نمیگم که چیه ولی تدارکات زیادی دیدیم و منتظرم. خودم هم خیلی انتظار دارم ببینم کی هست میشه. متاسفانه ولی خب برای اون 3 تایی که میمونن خیلی کار داریم. سپاس. بابک جان، اگه برگردیم به عقب 14 تا بودن و اگر اون روز میتونستی اسمایی که فکر میکردی در مرحله نیمه نهایی میبینی رو روی کاغذ بنویسی، چند تاشون رو روی کاغذ یا رو صحنه میدیدیم امروز؟ شاید خیلی دور از این بود که امروز میبینم. خیلی دور نه ولی درست نمیتونستم مطمئنا حدس بزنم. یعنی 2 سال گذشته هم همیشه اینطور بوده. یعنی هر سال اینطور بوده. هر سال اینطور بوده. چون با خودت که حرف میزنیم همیشه میگیم مثلا تو چی فکر میکنی، من چی فکر میکنم، همیشه هم اشتباه در میاد. همیشه. یعنی هیچ وقت یه بارم درست در نمیاد. و امسال هم دور بود از اینکه الان میبینم دور بود. چقدر واقعا با رأی مردم همخونی داشتیم. 100%. نه حد زدنش خیلی همیشه سخته. نه رأی واقعا تا لحظه آخر که معلوم نیست. خود من الان یه دونه چلو کباب با آقا باغدم. چند هفته پیش بود اون؟ نمیدونم. به خود همین که بابک میگه واقعا خیلی ولی تا لحظه آخر که آرا یعنی بسته میشه خط و این چیزا هیچ واقعا معلوم نیست. اینه که مثلا یه کسی هم مثل من میبازه دیگه. دقیقاً که مثلا میبره ولی خب هیچ نصیبش نمیشه. خیلی متشکرم. مرسی. وقت اون رسیده که برنده غایب این هفته رو اعلام کنیم. برنده‌ای که در فینال امسال با برنده‌های سابق یا بهتر بگم هفته‌های گذشته رقابت خواهد کرد. آخرین فینالیست غایب ما اسمش ایمان از جزیره کیش. هرچی دریا رو زمینه قد چشمات نمیتونه ابر بارونی بیاره. وقتی دلگیری و تنها غربت تمام
ایمان از کیش. خانم گوش. ایمان جان به تبریک میگم. امیدوارم تو زندگی توی پیگیری خوانندگیت موفق باشی انشالله و خیلی متاسفم که نشد از صداهای زیبای غایب دیگه ای استفاده بکنیم و نشونشون بدیم. متشکرم خانم. مرسی. و اما لحظه‌ای که منتظرش بودید، مهمان ویژه این هفته هنرمندی است که صداش به موندگاری خاطرات گیتار و موسیقی و دریاست. فرامرز اصلانی. همه کسم تو، هر هوسم تو، هم نفسم تو، بال و پرم تو، هم سفرم تو، بیش و بسم تو، گرمی خانه، شور ترانه، متن غزل تو، شعر و سرودم، بود و نبودم، قند و عسل تو، نغمه سازم، محرم رازم از روز ازل تو، نغمه سازم، محرم رازم از روز ازل. بی تو خموشم، با که بجوشم، جفت تنم تو، خسته و عریان پیش غریبان، پیرهنم تو، بی تو خموشم، با که بجوشم، جفت تنم تو، خسته و عریان پیش غریبان، پیرهنم تو، گرمی خانه، شور ترانه،
متن غزل تو، شعر و سرودم بود و نبودم، قند و عسل تو، نغمه سازم محرم رازم از روز ازل تو، نغمه سازم محرم رازم از روز ازل تو. اول مطمئنا بینندگان و شنوندگان کنجکاون بدونن، چون این ترانه رو دست کم من یکی نشنیده بودم. کار تازه ای هست میزنم. این کار تازه است. اینو من خواستم پیشکش بکنم و چون نوروز هم نزدیک است فکر میکنم تازه کیا میاد پیشکش بکنم به تمام بینندگان شما، به تمام ایرانیان و به تمام کسانی که این برنامه رو نگاه میکنن و میدونم که خیلی طرفدار داره این برنامه و خب این هدیه من هست از راه دور به کسانی که دور و نزدیک است. دنیا سپاس. آقای حسنی، قبل از اینکه شما شروع کنید یه تیکه پخش شد، تصاویر مختلف. شما با یه دختر خانم داشتین میرقصیدین؟ ندیدن. من ندیدم. شما ندیدین؟ ما دیدیم. آره. اصلا ندیدن به کل. اصلا ندیدن. خب پس خانم گوش لطفاً اگه میشه شما سورپرایز رو لو بدین. سال 1345 درست. بهمن ماه درست. دعوت داشتی به تولد من درسته. و با هم یه راکن رول رقصیدیم. و ما اونو دیدیم شما ندیدیم. شوخی میکنیم. الان نشون دادن. عجب. نه واقعا این سورپرایز بود. بله. یعنی حتی فکرشو نمی‌کردم. بله. حقیقتا فکرشو نمی‌کردم. میدونستم چون خودم هم نمیدونستم. من تازه به دستم رسیده این فیلم. خیلی چیز عجیبه. میخوام الان بهتون نشون بدم. من ببینم خیلی خوشحال میشم. بله. خیلی خوشحال هم شدیم فکر میکنم خوش 4 تا بادکنک بردیم. یادتونه؟ تو سالن الان دیگه یادم افتاد. سالن نپتون موتل بود. آره نه این تو سالن نپتون نبود. نه این تولد من بود تو پارک جوجه کبابی ونک بود. ولی اون بادکنک‌ها رو تو نپتون بادکنک‌ها تو نپتون برنده شد. برنده میشه. 4 تا بادکنک. من اون میتونه از این کارا میتونستم بکنم. چه جایزه. حقیقتا این بهترین هدیه‌ای بود که میتونستم بگیرم و حقیقتا سورپرایز که اصلا نمیشه گفت اسمشو گذاشتم. عیدت مبارک. خیلی همینطور برای شما و خیلی متشکرم از همه. یا آخرین سال دیگه ازتون نمی‌کنم، هفته آینده بچه‌ها کارهای شما رو اجرا میکنن، قراره که باشون تمرین کنین. چه حسی دارید الان؟ چون کم و بیش با صداشون آشنا هستید. اینو شنیدم و خب کم و بیش با صداشون آشنا هستم. خیلی خوشحالم که آهنگای منو تصمیم گرفتم بخونن. خب این نشون میده که هم به من علاقه دارن هم با آهنگای من و امیدوار هستم که بتونیم با هم دیگه یک چارچوب خوبی درست بکنیم با این آهنگ‌ها و با بچه‌ها که حتما استعدادشو دارن و خب به خوبی پیش خواهند رفت و براشون آرزوی موفقیت می‌کنم. متشکرم. مرسی. در فینال چهارشنبه شب هنرجویان 2 ترانه اجرا میکنن که یکی از اونها هم تو گفتیم یکی از کارهای آقای اصلانی است و ایشون با خانم گوش و طبیعتا هومان خلعتبری بابک سعیدی و بچه‌ها تمرین خواهند داشت. از ترانه‌ای که در طول آکادمی اجرا شده در طول این 3 سال هم حق انتخاب دارن. چه از سال گذشته چه سال پیشین. یه دنیا سپاس آقای اصلانی. مرسی بار دیگر. بازم شما دیدم. تشکر می‌کنم. خیلی ممنون. خیلی زود باز با شما عزیزان خواهیم بود. مرسی.
رسیدیم مرحله سخت برنامه. هنرجویان منتظر اینجا ایستادن تا ببینن امشب کدومشون به خونه بر میگرده. ازتون خواهش میکنم که بیاین اینجا و در کنار من بایستید. اما قبل از اینکه نتیجه رو اعلام کنیم بریم و به اجرای چهارشنبه شب بچه‌ها نگاهی بندازیم. ای خالق هر قصه من، این من و این تو، بر ساز دلم زخم بزن، این من و این تو. هر لحظه جدا از تو برام ماه و سالی، با هر نفسم داد میزنم جای تو خالی. من فکر میکنم معین خیلی خوشش میاد وقتی ببینه این ترانه دو صدایی اجرا شده. خوب بود آقا، خوب بود خانم. بد نبود. به خدا نه بیشوخی آدم خستگیش هم در میره. ولی من نه مطمئنم منم بیام اونجا بخونم همین. چرا نه؟ به شکل ناب عشق که از خواب اومده، سکوت لحظه‌هاش. به نظرم میاد ریتم این آهنگ برای صحنه فکر میکنم برای شما یه ذره یواش. شاید من شخصا دوست داشتم یه ذره بیشتر خوندنتون رو با ارنجمنت تنظیم کنید، ولی رو هم رفته خوب بود. یه روز تو با دوز و کنک به قلب من زدی، زنک به دوزنای غم کمک با خواستنای کم کمک، فتنه تو کارم کردی. من به عمرم ندیده بودم کسی این ترانه رو به جز خودش بتونه بخونه. برافو. باری کرد. منو بیقرارم کردی. اول ریت خوندی و ساده، اون دفعه دومی که تکرار شد تحریر زدی، خیلی به چشم اومد. با من چه کارا کردی؟ همیشه زندگی به ساز آدم نمیرقصه، یه موقع‌هایی هم مجبوری که یه چیزای این تیپی بخونه. اولاش درکش نمی‌کردم، الان خیلی درکش کردم. بله. دیگه بیدار نمیشه. شب شعر توی ذهنم با حروف تازه تازه. برای من جای هیچ حرفی نذاشت. خیلی خوب اجرا کردی. مثل پروانه زدم پر. خیلی باحث بود، خیلی زیبا بود، تحریرها به جا بود و واقعا به دلم نشست. بعد جا اینم یه تحریری زدیم مثل همین ایران یه حالت تراشی داشتی، اینا داره مخصوص به خودت میشه. توی هر شهر غریبی با تو میشه موندنی شد. دوست داشتم که توانتو گذاشتی، میدونم زیاد نشده بود اینو. ملودی هم که خب اکثر اینا ملودی مال خود شهرامه که فقط هم برای صدای خودش میسازه. برای همین تو اجرا مشکل پیدا میکنی. میشه شاق سپاروی گدای پاپتی کرد. خوب بود، واقعا خوب بود. دیدی که تمرین‌ها چجوری بود که هی آدم دوست داره خودش میزد، میگفتم اگه اشتباه کنی یا خودم میام خفت میکنم. اما افسوس نمیذاره سرنوشت. تو میتونی غممو خواب کنی، تو میتونی گناه‌های خیسمو پاک کنی. اکت تو خیلی دوست دارم موقع خوندنه. ایمپرووایز صدا تو خیلی دوست دارم. منو از درد و غم آزاد کنی. بهترین اجرا تو این سری بود و یکی از بهترین اجراهایی که تو شو بوده. واقعا این شو جای آدمای مثل توه. خیلی خوب بود خانم، براوو. خوشحالم از پسش بر اومدی، به گل نشست. خیلی خوشحالم. منو از درد و غم آزاد کنی. خب خانم گوگوش، میخوام یه سوال ازتون بکنم راجع به ارمیا. میخوام بپرسم از روز آزمون تا شب اجرا چطور بود؟ به نظر من از نظر ریتم و اعتماد به نفس در خوندن اصلا قابل مقایسه نیست با روز اول و حس میکنم که خودش پی برده به این ماجرا که چقدر باید سوار بر خودش و صداش و خوندنش باشه. به تبریک میگم. سپاس. هومن جان.
از بین آقایون مجید و امیر حسین فکر میکنی کدومشون شانسشون بیشتره برای رسیدن به فینال؟ رها جان، من همونطور که دفعه پیش اپساد یکی دو بار پیش بود که بود گفتم، برای من اصلا هیچ کدومشون با هم دیگه هیچ فرقی نداره. من برای همشون یک اندازه انرژی گذاشتم، خودشون هم شاهد هستن، برای همشون یک اندازه وقت گذاشتم و دلم میخواد همشون با دست پر یک اندازه از این خونه برن بیرون. حالا به هر حال رأی مردمه، ما هم احترام میذاریم به رأی مردم، اینجاش دیگه دست من نیست. خب طبیعتاً حد زدید که 3 نفرتون به فینال برنامه راه پیدا میکنید، یکیتون اما نه. اولین هنرجویی که در هفته آینده با ما خواهد بود و ترانه‌اش رو اجرا میکنه ارمیاس. دومین هنرجو که به فینال برنامه راه پیدا میکنه اسمش نداست. با این حساب فقط یکی از آقایون در فینال خواهد بود. امیر حسین، تا حالا از شهرام شب‌پره نخونده بودی؟ چقدر سخت بود برات؟ خب خیلی سخت بود. منم انقدر شاید خوششانس نبودم که آهنگی بهم داده بشه که بتونم جای صدای خودم باشه مثل بچه‌های دیگه. ولی خب به هر حال سعیمو کردم. شاید این سبکو نخوام ادامه بدم، حتی اگر امروز برم بیرون قاعدتاً و حتما این سبکو ادامه نخواهم داد، چون سبک من نیست. مجید، ترانه نفسگیری بود، فتنه. نظرت چی الان؟ اول که باز همونطور که گفتم آهنگو درکش نمی‌کردم اول. من گفتم آخه چجوری بتونم اینو بخونم؟ من که اینقدر احساس می‌ذارم تو آهنگام. و بعد اینکه خوندم بعدش خیلی خوشحال شدم. چون خودمو نگاه کردم دیدم واقعا به کاراکتری که خودم دارم میاد، به استایلی، با اون لبخنده بله میاد و حتما اگر اوت شدم دنبال میکنم. فتنه رو بازخونی میکنم. فتنه رو دنبال میکنم. بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار عالی. خب یکیتون به خانه برمیگرده، یکیتون اما هفته آینده در فینال با ما خواهد بود و روی این صحنه خواهد خوند. و هنرجویی که به خانه برمیگرده اسمش امیر حسین. برو خوبه تو برو. بیا نزدیک. نه بیا. خاطرات زیادی با هم داریم. نگاه میکنم. امیر حسین صدای خیلی خوبی داره و وقتی میخونه من احساس میکنم درک میکنه داره چیکار میکنه. شاد و پرامید. امیر حسین یه جوری مثل برادرم شده، واقعا یک دوست خیلی خوبی شد واسم و پسر واقعا خوب و با شخصیت هست. خیلی خوشحال شدم. از همه چی واسم مهمتر آشنایی با تک تک بچه‌ها بوده. امیر حسین پسر خیلی با استعدادیه و خیلی با ذوقه و دوست داره که همیشه کارهای جدید انجام بده، حتی توی استایل و سبک لباس پوشیدنش هم همین فکر رو داره. این دستمالاست که اینجا میاد تو جیب، من خیلی این چیزا رو دوست دارم. خودم دیزاین کردن لباس دوست دارم که متفاوت باشم، فکر می‌کنم هستم. با درودی دیگر دوستان عزیز. امشب خیلی خوب بود، خیلی حال کردیم، خیلی هم گرم بود. یک سری خاطرات قشنگ خودم میبرم که یه بار فقط تو زندگی تکرار میشه. هنوز مثلا مثل شوک میمونه. من فکر می‌کنم یه دریمه، فکر می‌کنم یه رویاست واقعا. یه سری تجربیات جالب که تو این دوره کوتاه تونستم به دست بیارم. قیافتم جون میده برای این کار آقا. کار کردن با آقای خلعتبری خیلی واسم ارزش داشت. کجا داری حساب می‌کنی؟ خانم گوگوش، بابک. خیلی باید مواظب باشی، دیر شروع نکنی، زود شروع نکنی. تونستم جای صدای خودم پیدا کنم، تونستم واقعا خوانندگی رو به اون نحوی که فکر می‌کردم دنبال کنم. یعنی یه شروع جالبی بود برام. دیگه نوبتم شد.
دیگه نوبتمه یا حق. گل توی گلدون باز دوباره داره میمیره منو ببخش. من بهترین اجرای امشب رو الان دیدم. شب با تابوت سیاه. اون حسه رو داری پیدا میکنی. امشب حس عالی بود. نه از برگم نه از جنگل. انرژی خوب خودتو به من داد. یه چیزی معمولا باید اتفاق بیفته و این اتفاق نیفتاد. توی هر شهر غریبی با تو میشه موندنی شد. دوست داشتم که توانتو گذاشتیم. میدونم زیاد نشده بودیم. خوب بود. واقعا خوب بود. خیلی خوب بود آقا. خیلی گرم بود. شیشم زده. بله اصلا دیگه. شرم زده. ای وای من. باد زیاد میاد تو لندن. باد برد. اما افسوس نمیذاره سرنوشت. بیشتر رو نباید میزدید. تلسمو میکنم بیشتر از شیفون. خانم گوش. امیر حسین عزیز، مهم نیست که توی فینال با ما نیستی. مهم این هست که تا اینجا با ما بودی. من از روزی که ترانه از بنان رو اجرا کردی، انتخاب کردی برای اجرا، بسیار پسندیدم و نوع اجرات، اون سبک و سیاقی که میخونی که کمی سنتیه. امیدوارم که همیشه پیگیر باشی و موفق باشی در همه زمینه ها. ممنونم. مرسی. سپاس. مرسی خانم خوش. مرسی. هومن جان. خب معمولا اینجور صحبت کردن‌های خوبی نیست. من شاگرد خوبی رو از دست دادم آقا. شما شاگرد بسیار خوبی بودی. شخصا دارم مجددا میگم. و ناراحتم از این که رفتی. اگر یه دونه رأی اضافی بود طبق معمول که ما صحبتشو میکنیم باشه اینا، شاید من این رأی اضافی رو امشب به شما میدادم 100%. ولی دستم خالیه. هیچ کاری نمیتونم بکنم در مقابل رأی مردم. فقط خیلی خوشحالم از آشناییتون. میدونم که میخوای ادامه بدی در کنار کار اصلیت. مطمئناً همراهت خواهم بود آقا. کمکت هم خواهم کرد. امیدوارم که چیزای خوب ببینیم و زندگی بهت همیشه لبخند. لطفاً. مرسی. بابک. امیر جون، به نظرم به این استیج اینجا رسیدن، به این مرحله رسیدن با بردن به نظر من فرقی نمی‌کنه. یک هفته دیگه بیشتر نمونده. از اینجا به بعد هر کدوم بچه‌ها برن بیرون، من واقعا سورپرایز نخواهم شد، چون تا اینجا که اومدید خودت و همه خب مطمئنا ببین چقدر طرفدار داشتین که رسیدی به اینجا. نظر شخصی من همیشه تو شو گفتم، الان میگید که نشون داد صداتو میدونی دوست دارم. از نظرم خواننده توانایی هستی و توانایی موفق شدن رو داری مطمئنا. خیلی خوشحال بودم که اینجا بودی و آرزوی موفقیت. مرسی بابک جان. سپاس. اول می‌خواستم از خانم گوش تشکر کنم که به هر حال با آبروشون این آکادمی اینجوری که هست نگه داشتن. امیدوارم همینجوری بمونه. از بابک تشکر میکنم کمکایی که کرد. ولی خب از آقای خلعتبری خیلی، یعنی آقای خلعتبری که بگم استاد خلعتبری، واسه اینکه اولین استاد من تو آواز ایشون بودن. خب خیلی واسم اهمیت داشت با آقای خلعتبری کار کردن، واسه اینکه من همیشه کارایشون رو دنبال میکردم قبل از اینکه بیام این آکادمی. آقای خلعتبری خیلی ممنون از تمام کمکایی که کردین. شاید بتونم بگم تو این آکادمی یا تو این تلویزیون بیشتر از هر کسی دیگه من مدیون آقای خلعتبری هستم. از خانواده عزیزم میخوام تشکر کنم که اگر بدون اونا من شاید تا اینجا هم نمی اومدم، یا اولین قدم رو بر نمی داشتم چه برسه تا اینجا. و از بچه‌هام تشکر میکنم. امیدوارم که تو فینال دیگه بهتره کنین دوبل ندا. امیدواریم در آینده هم چهره‌تو ببینم هم صداتو بشنویم. مرسی. حتما. یه کار دیگه باقی مونده ولی می‌خواستی مازیار بخونی نشد، می‌خواستی فروغی بخونی نشد، داریوش نشد، ولی یه شب پره هنوز بدهکاری.
این شما، اینم امیرحسین. توی هر شهر غریبی با تو میشه موندنی شد، قصه 1001 شب میشه بود و خوندنی شد، مشق عشقای قدیم و با تو میشه خط خطی کرد، میشه شاه قصه ها رو یه گدای پاپتی کرد. هر شهر غریبی با تو میشه موندنی شد، قصه 1001 شب میشه بود و موندنی شد، مشق عشقای قدیم و با تو میشه خط خطی کرد، میشه شاه قصه ها رو یه گدای پاپتی کرد. با تو هر جهنمی میشه بهشت، با تو میشه 100,000 قصه نوشت، با تو میشه خونه کرد تو شهرش، اما افسوس نمیذاره سرنوشت. با تو میشه زنده شد عمر دوباره ای گرفت، دل وامونده رو داد و جون تازه ای گرفت، بشنو از من این نصیحت شعر موندن ساز کن، بهر و بالم نسوخته تو با من پرواز کن. با تو هر جهنمی میشه بهشت، با تو میشه 100,000 قصه نوشت، با تو میشه خونه کرد تو شهرش، اما افسوس نمیذاره سرنوشت. با تو میشه زنده شد عمر دوباره ای گرفت، دل وامونده رو داد و جون تازه ای گرفت، بشنو از من این نصیحت چرا موندن ساز کن، تا پر و بالم نسوخته تو با من پرواز کن. با تو هر جهنمی میشه بهشت، با تو میشه 100,000 قصه نوشت، با تو میشه خونه کرد تو شهرش، اما افسوس نمیذاره سرنوشت. امیرحسین هم از جمع ما جدا شد. هفته آینده در فینال برنامه هر کدوم از خواننده‌ها 2 ترانه اجرا میکنن. کانال رو عوض نکنید، سالم خیلی زود با شما خواهد بود. تا چهارشنبه شب آینده و تا فینال 1391 بدرود. برای دیدن عکس‌ها و ویدیوی هنرجویان آکادمی موسیقی گوگوش به وبسایت رسمی شبکه من و تو یک و همینطور صفحه فیسبوک آکادمی حتما لطفاً مراجعه کنید.